دوستان وقتتون بخیر. امروز ما سرامیکاری داریم انجام میدیم که ما این سرامیکا رو به روش دوغابی که البته اینا جنس خاک سرخ هم هست و پشتشون هم ما با ماله شونه‌ای چسب کشیدیم که گیرایش بیشتر باشه و ما اینجا رسیدیم به این کنجه. این کنجه اکثر جاها که ما میخوایم اندازه‌شو در بیاریم اینا کوچیک و بزرگ در میاد و اونم کوچیک و بزرگیش هم باعث میشه که هم کارمون تمیز نباشه و هم یه خورده وقتگیر باشه. ما میخوایم که این تیکه رو با قواره بر در بیاریم، یعنی همزمان هر چند تا تیکه‌ای که ما لازم داشته باشیم وقتی ما قواره برمون رو تنظیم رو همون متراژ میکنیم به همون اندازه هم ما خط میذاریم کنار تا موقعی که لازم بشه اونو ما کار کنیم. حالا مثلا ما اینجا رو گونیا کردیم، دوغاپرش هم حساب کردیم، این تیکه 44.5 میخواد. اینو من روی سرامیکم با قواره بر میبرم و همزمان یکی دیگرم من میبرم که همون اندازه در بیاد که موقع کار کردن فاصله بین چارچوب و سرامیک یا بزرگتر نشه و این طرف هم فاصله اینجا پیدا نشه. این سرامیک و اون تیکه رو که ما اینجا میذاریم که کارمون هم تمیز در بیاد و هم پیشرفت داشته باشه. خب ما همزمان پس دو تا تیکه رو برای این ور من میبرم و بعدش هم این تیکه هم همون اندازه 32.5 میخواد. اینجا هم دو تا لازم داریم، رو همون 32.5 من تنظیم میکنم که رگ بعدی بشه همونو با همون سایز استفاده کنیم که کارمون راحت و تمیزتر در بیاد. خب ما دو تا 44.5 میخوایم، پس اینو من میام خط میزنم 44.5. خب حالا با قواره بری که ما داریم میایم برای تنظیم کردنش که تیغش رو من رو همون 44.5 تنظیم میکنم. خب اینم از تنظیم شدنش. حالا خطش رو میکشم. خب اینو من میام با بشکنم میبرمش. خب این یه دونش آماده شد. حالا میریم دومی. خب این که رو همون متراژی که ما میخواستیم این خودش تنظیمه دیگه، نیازی به متر نیست و همینجاست که 1 میلی نه بیشتر میشه و نه زیاد. اینم ما خط میزنیم. خب این دوتا دیگه آماده شد. دیگه ما خیالمون راحته که دیگه اندازه‌ای که ما داریم دیگه دقیقه، نه کمه نه بیشتره. و حالا میریم دوتا هم 32.5 میبریم. خب 32.5. حالا قواربونمون ما تنظیم میکنیم. الماسش هم میاریم رو همون خطی که ما زده بودیم. پیچش رو صفر کردم و حالا برای برشش خب این هم که رو همون 32.5 تنظیمه و ما خطش رو میزنیم.
دوستان ما این هم هست 2 تا 32.5 ما لازم داشتیم و 2 تا هم ما 44.5 ما لازم داشتیم که تا زمانی که تیرمون رو همون اندازه تنظیم همون موقع اینو ما باید برش بدیم که هم وقتمون نگیره و هم کوچیک و بزرگ در نیاد. خب حالا میریم برای اجراش. خب دوستان اون 2 تا تیکه ای رو که ما بریدیم اونو ما اومدیم کار گذاشتیم که سمت چارچوبم به چارچوب کیپ شده و این طرف هم که به سمت سرامیک هیچ فاصله پیدا نیست و رگ بعدیش هم که همون اندازه‌ای رو که ما از قبل گذاشتیم میایم رو همینا میذاریم که با اندازه پایین یه نواخت در بیاد. خب دوستان حالا میریم نتیجه کارمون رو میبینیم که این کنجه بود که ما همون برشش رو همزمان بالاییش انجام دادیم که اینجا درزی باز نمونه یا بزرگتر در نیاد که هم وقتمون رو بگیره و هم کارمون تمیز در بیاد. ببینید دوستان اینم سمت چارچوبشه. دوستان برای حمایت از ما حتما لایک کنین که ما انرژی بگیریم، بتونیم ویدیوهای بهتر بذاریم.